انتقاد از سر استیصال و اینکه رژیم الان در یک مخمسه جدی در بحران داخلی خودش و جنگ غزه گرفتار شده. طبیعیه که در راستای راهبرد صدور بحران تلاش بکنه که بحران رو از داخل به خارج منتقل بکنه تا خودش رو کمی آزاد بکنه و بتونه راحت‌تر اقدامات وقیحانه خودش ادامه بده. قطعا باید ما یک جواب جدی داشته باشیم برای این اقدام، همچون جوابی که در زمان ترور سردار سلیمانی دادیم و این جواب باید به گوش همه جهانیان برسه. سفارتخونه جزء خاک یک کشور محسوب میشه و قطعاً باید پاسخ سختی بهش داده بشه. اینکه ساکت بشینیم اصلاً دلیل خوبی نیست و کار درستی نیست. به خاطر اینکه به خودش رو میده و جرأت میده که مواضع بیشتری رو مورد طرف بده، چرا دفعه بعدی تهران نه و باید انتقام سختی گرفته بشه.